به دل آفتابی ای محبت، به دل آفتابی ای محبت، به دست ماکتابی ای محبت، به دست ماکتابی ای محبت. درود به شما عزیزان ارجمند. برنامه آفتاب محبت تقدیم شما. این بار موضوع برنامه ما نقش پدر در تربیت فرزند است. البته مادر در عائله برای تربیت فرزند مقام خاص می‌گذارد، لیکن پدر با سیاست خود، با گفتار خود، با رفتار خود باید که در عائله نمونه باشد و تربیت شایسته برای فرزندان دهد. ما را همراه باشید. البته ما در برنامه گذشته بابت رسالت مادر، نقش مادر در تربیت دختر، در تربیت فرزند گفته گذشته بودیم و امروز ما در بابت نقش پدر در تربیت فرزند، یعنی در تربیت پسر حرف میزنیم. در همین بابت اندیشه شما را فهمیده باشیم. مرحمت. سلامت باشید. موضوعی که امروز برای مطرح نمودن انتخاب نمودید درست است. یک موضوع بسیار مهم است که مقام و جایگاه پدران تاجیک، پدران شرق امروز در تمام ممالک شرق، خاصتا در تاجیکستان ما بعضی از کاهش ها رو پس سر میکند. ولی این یک موضوع به نظر موضوع عادی نمایدم، ولی موضوع بسیار پیچ در پیچ است. چرا وقتی که سخن درباره تربیت فرزند می رود، جوهر عائله رو دو شخص تشکیل می نمایند، زن و شوهر، که یکی برای دیگری ارزشمندتر هستند و جایگاه این دو نفر برای تربیت فرزند همچنین است که یکی رو نمیتوانیم گوییم زیادتر است، دیگری رو کمتر. ولی تاریخ زندگانی ما، حیات عائلوی مردمان تاجیک از آن شهادت می‌دهد که انا همین پدر، جایگاه پدر، مقام پدر، نقش پدر در مسیر تاریخ هنوز از زمانهای قدیم الایام تا امروز یک نقش خیلی بارزی رو دارد که همین تاریخ خودش گواه است که هزار ساله ها اگر مادرشاهی گفتند ولی باز هم به زودی جای آن را پدرشاهی گرفت. یعنی آن رسالت های در نزد مرد ها می ایستد که به هیچ وجه زن نمیتواند آن را اجرا کند. از این لحاظ هم شاید جای مادرشاهی را به زودی پدرشاهی گرفت و انا همین جایگاه مرد، بزرگی آن هنوز از زمانهای قدیم علاقه جایگاه خود را یافت. و اگر به آثار نیاگان نظر افکنیم، خود معلوم می شود که تمام بزرگان ما، مثلا شیخ ابوعلی ابن سینا در تدبیر منزل، انصرالمالک کیکاووس در قابوسنامه نصیحتنامه خود، نصرالدین طوسی، محمد غزالی، تمام آنها وقتی که میخواهند درباره تربیت فرزند سخن کنند، آنها بی‌واسطه به پدران مراجعت کردند. به پدران مراجعت کردند و نه به مادران، گرچنده که البته مادر چراغ خاندان است، مادر فرشته است که مثلا صفات او به انتها است، ولی باز هم به تربیت فرزند نخست به پدر مراجعت کردند. امروز خوشبختانه پدر در مردمان فارس تاجیک همچون ستون خاندان، همچون قبلگاه، همچون یک شخصی که جای او را هیچ کس عوض کرده نمیتواند آمده است. ولی متاسفانه از بعضی از شاید از همین جایگاه مادران باشد که این همین جایگاه پدر بزرگ میکردگی همون در خاندان مادر است. وقتی که من بسیار در خاطر دارم همین روزهای بهترین فراموش نشونده از تاریخ عائله و عائله‌داری خاندان خودمان که همین در خاطر دارم وقتی که کمی بزرگتر هم شده بودیم، شادروان پدرم با یک تبسمی به آلایش به مادرم میگفتند که من 1 ساعت باشدم از تو پیشتر از دنیا گذرم. یعنی اینه بینید این یک تناسبی هست که این یک
جذابیت بین زن و شوهر الکی همون چیز در خیال ما نقش بسته است که اینا بینید پدرم اینقدر بزرگ هستن، اینقدر دانشمند هستن، اینقدر با ما توجه میکردن که از هیکل اون کس من میترسیدم. راستیگه بسیار دوست میداشتم، لیکن همون هیکل اون کس، همین هیکلشون، هیبتشون، وقارشون، همین ما 6 فرزند بودیم. وقتی که می اومدن ما یک بار از جا میخستیم، با خیلی خردکک بودم رفته در زانوی اون کس می نشستم. همین خیلی یک محبت و یک صمیمیت، ولی در برابر اون همون یک هیکل و هیبتی که داشتن. ما 6 فرزند استیغالا میکردیم. ما 6 فرزند یکون شده خیروق با دست روز نمیکردیم. ما 6 فرزند همین یک چیزی که گفتن آن هم برای ما محال است، یعنی که انا همین نازکی های همین حساسیت متاسفانه امروز با کمکی با خودی مادران از بین رفته است. همین مادر گوید که هی پدرت، مثلا پدر اینا بینید که من از صبح نگاه کردم به نیکی با چشم نیک نگاه میکنم، همین پدر و مردها از صدق دل همین 4 طرف برای یک برده نان حلال رفتن. فرزند با مادر مون، لیکن مادر در نبودن پدر باید پیوسته از پدر یاد کند. انا همین چیز بلند یا پست شدنی جایگاهی پدر در تربیت فرزند باز از همون مادر مهربان، از همون سرچشمه میگیرد. ما باید اگر خواهیم از پسران خود ما امید داشته باشیم، از پسران خود ما یک دنیای نیکویی، یک رسالت انسانی، یک پسری که آینده برای مادر، برای من خدمت میکند، بعد از من به محله خدمت میکند، بعد از من به وطن خدمت میکند، به تمام جمهوری خدمت میکند، جایگاه و نقش خودش رو میبرد. انا باز ما باید که موقع همین پدر رو باید بالا برداریم. بسیار همین من به خواهران مهربان، به مادران جوان که فرزند به هزاران امید کمال میکنن، با مهربانی و محبت گفتنی بودم که اگر خواهید که در سیمای فرزند خودتان، فرزندی که همین شما را سر کتف کشیده نوری مژگان کرده شما یا احترام میکنند، خاصتا هنگام میان سالی و پیران سالی، باید که شوهر خودتان را یکم خودتان عزت کنید. بعد از اون انا همین از کودکی و نورسی و حتی جوانی جایگاه پدر رو همیشه نگاه داشتن در کار. بچه جان خیلی تو سخت گرسنه بودی، میلش من برای تو خواهی علایده میتیم، لیکن همین حاضر پدرت میبیاین میدروین، بچه هم نفسشون راست میکنن، همراه میخونیم، تناول میکنیم. بچه هم به نگو چشم پدرت به نگاه کرده گب نزنی، پیش پدرت به اندیشه کن. خیلی دیگر و دیگر هزاران عامل های هستند. متاسفانه امروز برخی از زنهای ما خودشان صاحب کار هستند، خودشان تجارت به مشغول هستند، زندگی را خودشان سرشته میکنند، پول مییابند و قدر و منزلتی مرد در خانه‌تان کاسته شده است. شاید همین هم سبب شود که تربیت فرزند، یعنی تربیت پسر در نزد پدر کاسته می شود، یا پدر سخنش نمیگذارد که به پسرش یگان چی نصیحت کند. شما چی میگویید؟ من همین در درگاه های مقدسی که فعالیت میبرم، مثلا دانشگاه دولتی خوجند یا بسیار رابطه دوستی دارم با دیگر دانشگاه های، مثلا دانشگاه ملی تاجیکستان یا دیگر دانشگاهایی که روابط علمی داریم، من بزرگ زنها و عالیه هایی رو میدونم که مثلا معلمه مهربان فرزانه، مثلا معلمه مهربان خواهر بزرگ اون کس پروفسور مطلوبه خوجایی و یا اینکه مثلا امیده غفار، و من بزرگترین زنهایی رو میدونم که در مرتبه علم جایگاه خاصی رو اشغال کردن، ولی همین که به همین آستانه در رسیدن، وقتی خیر خوش آنها میگن که من اینجا پروفسور هستم، من در خانه بانو هستم، کد بانو هستم، چیزی که شوهرم میگن برای من قانون است. من گوش خودم که این سشوندگی هستم. مادر هرچند که پروفسور است، هرچند که در سند است، هرچند که کیهانورد است، هرچند که مثلا چقدر مقامی که در حیات دارد، وای وقتی که از آستانه خانه خود میرسد در اومد، وای مادر است، وای زن است. خاصتا برای مردمان شرقی که این هم در مثلا علوم اسلامی هم در علوم دنیوی حتما مقام مرد باید باشد. ما آن
تربیه‌ای که یک لحظه که چشمش که پدر پسر به نگاه میکند اگر همین کمتر گویا که روی در هم میکشد به پسر، علاقه پسر جای خودش میوبد. و ما 100 بار گفتیم نشد، لیکن یک بار مثلا پدر روی در هم کشیده، یعنی که قواق کرده به پسر نگاه میکند، جای وی مادر گرفته نمیتوند. وقتی که اون بزرگ اولیه هایی که در حیات خود جایگاه خاصه مرتبه بلند رو خداوند برای آنها نصیب دانستند و شوهر رو هزاران کرات بود عزت تر میکنند، ما هم باید از پیروی آنها باشیم. یعنی که پس معلوم میشود که معلم ارجمند با پول و ثروت زیاد فرزند رو تربیت کردن نمیشود. هیچگاه بانوهای مهربان ما حتما باید دانسته باشند که بهترین گنجی که برای فرزند، برای پسر بچه خاصتا یا برای دختر بچه میتین، به قول عنصر مولوی کیکاووس تنها ادب است، تمیز است، هنر است، تمام. یگون گنج و مال دنیا فرزند آنها رو خوشبخت کردن نمیتواند. برعکس آنها باید اگر خداوند برای آنها گنج زیادی را از پول و مال و چیز داده باشد، آنها باید در تربیت فرزند با بسیارتر احتیاطکار باشند که فرزند اگر به این راه رود دیگر در دوره جوانی وی رو برگرداندن نمیتوانند. بسیار احتیاطکار در این موضوع باشند. یگان پول و مال و چیز فرزند آنها رو در یگان موضوع خوشبخت کردن نمیتوانند. این سخن گذشتگان ما یک ارزش طلایی را دارد که بهترین گنجی که پدر و مادر برای فرزند میموند یکم ادب میستد، یکم تمیز و فراستی که چه شیشتن و خیستن و گشتن و مناسبت با بزرگ و مناسبت با مادر و مناسبت با پدر و مناسبت با استاد و مناسبت من به عالم بیرونه یکم ادب میستد. دوم بعد هنری بهترین میستد. البته همین مراجعت میکنم عنصر مولوی کیکاووس باز به پدران که ای عزیزی من میگویند، پدران به میگویند ای عزیزی من اگر خداوند برای تو پسری رو عطا کرد یکم نامی نیک گذار، علم رو میآموزانی میگویند. ثانیا البته هر هنری که پسر بچه باشد، هر هنری که میتوانی برای پسرت باید آموزی. اگر نمیتوانی به همون شخصان نیکی باید داده باشی که هنرها رو آموزن. چون که برای یک پسر، برای یک مرد چه هنر کم است میگن. چون که ایمینه در خاندان ما مثلا هیزو میده کردن، موی سری وی رو پس کردن، یا اینکه مثلا یک جاندار رو مثلا ضبط کردن، یا دیگر فضیلتایی که زن ها نمیتونن مردها میکنن. برای همین برای مردها چه هنر رو کم است میگویند و میگویند که حتما مردها باید دیگر هنرهای زیادی را باور کرده باشند. معلمه، امروز پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان هم بارها تاکید میکنند که جوانان ما برابری علم آموختن باید که اقلا یک دو هنر را از خود کنند، از بر کنند، زیرا که در آینده آنها از جهت مولوی تنقصی نکشند. استاد ارجمند، نگاه شما به این گفته های ما به موضوعی مطرح شده، یعنی که شما پدر هستید، بابا هستید و در عائله فرزندان رو خوب تربیت کردید و هم در جامعه با چندین هزار شاگردان نمونه هستید، آنها رو به راه مستقیم تربیت میکنید. نقش پدر در تربیت فرزند اصلش آن کسی که نقش میبازد، مقصد اساسی تربیت درست دادن فرزند. وقتی که گپ درباره نقش درست بازیدن می رود، یکم خود همان نقش با میبازیده باید همه طرفه خصلت‌های خوبی انسانی داشته باشد. بله. یکی از خصلت‌های بهترین انسانیه که مادر به من نصیحت کرده گفته بودن، میگفتن که پسرم اون چیزی که تو طبیعت میگویی من خدا میگویم، هر دوهاش هم یک چیز، بین آنها فرقی نیست، فرق در من و تو. بله. پدر در نوبت اول چخیل که مادر گفتن بچه جان اول به تو عقل تیاد ثانی دولته. چون که هر یک پدری که صاحب عقل نیست و قدرت و توانایی تربیت کردن فرزند به قدرت ندارد. چون که پیش از آن که یک کس را تربیت کرده
با طلبات جمعیت موافق کننده و گفتی کلان سالان عباره رحمت شنیدن براش آنچه مهنت کردن در کار. بله. پدران باید صاحب علم شوند، صاحب معرفت باشند، صاحب عقل باشند. در نوبت اول آنها همه اون جهت‌های نیک جمعیتی که خودی طبیعت جمعیت طلب میکند داشته باشند. بله. برای چی؟ برای اون که فرزندها هم در محیط زندگانی میکنند. وقتی که در کوچه میگردند و یگان کاری ناشایه میکنند تا که آدمان گویند که ای پسر فلانی تو شأن پدرت به ننگ آورداسی. نبینید در غایبانه حتی پدر باید با هستی خودش فرزندش رو تربیت کند. پدر چخیل که ما گفتیم عقل همین خیلی چیز بوده است که آدم به دوست پیدا میکنند است، آدم را به آدمان مهربان میگردانند است، دولتش را زیاده میکنند است، فارمی در عائله میشده است، خوشی خرسندی در عائله میشده است. در آن جایی که عقل هست چیزهای ناشایی هم جای ندارد. بنابراین نقش پدر در تربیت فرزند از عبرت شخصی آغاز می‌یابد که ریشه عبرت شخصی باید عقل و فراست انسانی باشد. چون که معلم گفتن آداب حمیده و خصلت‌های خوب انسانی که با طلبات جمعیت موافقتی داشته باشد. چون که انسان در جمعیت زندگانی کرده جدا از جمعیت شده نمیتواند. بنابراین هر یک پدر تربیت فرزند خودش را با اندیشه کند که بعد از سر او فرزندانش در دنیای آدمی خواری نبینند، کمی نبینند، عزت و احترام آدما و صاحب باشند. میگویند که همه کارهای نیکی که تو میکنی میراث برای فرزندان. اجدادای ما چندین هزار سالها پیش ما یک میراث معنوی بای را ماندگی که تا حالا ما از وی خیلی خوب استفاده میبریم. نبینید گفتار نیک، پیندار نیک، رفتار نیک، همین هر سه چیز باید که عباره نیک قیشی دارد. مادامی که در گفتار و رفتار و کردارمان نیکی باشد، پدر باید علمی میراث را برای فرزندان هدیه کرده است. در عائله وقتی که نشستید فرزندان نقش پدر چه خیلی بازدیده شود، میگن که صدا و عکسی صدا. پدر چه خیلی رفتار کند، چه خیلی تربیه کند، در وقت پیریش هدیه دادگیش را تحفه میگیرد. اون چیزی که اون مناسبت، اون رفتار، گفتار، کرداری که برای تربیه نیک فرزند ضرور است، پدر از کتاب ها جمع میکند، از آدمانی با معرفت که نشستن میکند، همه اون چیزی که نیک هست برای آینده فرزند استفاده بردنش در کار. من همین خیلی حساب میکنم که نقش پدر همان وقت به بازی پیدا میکند که اگر خودی پدر صاحب عبرت باشد. خود عباره بود من بگه پسرم یک خانه تربیه و درایم. خانه تربیه ما خانه از همه دوری خانه بود، چون که از اونجا توشی بچه من جنگ کنم گریه کند مادرش نشنود. وقتی که مادر که شنید چخیل معلم گفتن مادرها رحمدل. در وقتی تربیه بعضا مادران با رحمدلی خود تربیه را از میانش بریدنشان هم ممکن. بنابراین در وقتی تربیه کردن باید همسری، هم مقصدی برای فرض کنیم نتیجه آخرانی که فرزند نیک به وای رسد، پدر و مادر در یک جایگی قوتی عباره های تربیوی یکدیگر شده. فرض کنیم پدر در باره یگان عباره های استفاده برده تربیه فرزند به گفتاس باشد، مادر عکس این عباره ها را استفاده بردنش خطا. یا عکسی ها در وقتی مادر نصیحتی فرزند کرده ایستادن، پدر من مرد خانه گفته گپ خوش کرده، زیدی گپی مادر به گپ زدن خطا. چون که از همین گناگون گپ گفتنی زن و شوهر
تربیه فرزندان خصوصا تربیه پسران ویران شدنشان ممکن. بنابراین من میخواهم که طبیعت پدری، طبیعت مادری برای طبیعت فرزندی نیک شدن خدمتی هر دو طرفه کردنشان در کار. اساساً با تاریخ نظر کنیم، اگر بزرگان ما درباره تربیه فرزند و کتاب ها و بسیارتر اندیشرانی، شاعران، آدمان بزرگی دنیا، مردها تربیه فرزند و اندیشگویی کردگی. حاضر مردها می توانند از آن اندیشه ها استفاده برند. اگر با زمان حاضر نظر کنیم، چخیل که در کوچه ها بعضا گوش خراش گفتگی گپ ها هست، همین خیلی عباره های را پسران خصوصا استفاده میبرند که در بینش کلمه های غیر تاجیکی، گپ هایی که پهلوهای تازه ندارد، آنها از یگان جای را شنیدگی یا اینکه از یگان نوارهای تلفنی اینترنتی دیدگی. تربیت کمی باشدم کاسته شدگی، گرچنده که جوانان ما بسیار در میدانهای جهانی از جهت ورزش، از جهت علم، از جهت المپیادهای دنیوی اشتراک کردن خیلی بسیار. لیکن صورت پیشروی مملکتمان باز تیز می شود تا که پدران در یان مادران استاده اویله تربیهش را، تربیه علل خصوص لجام عقل پسران را پدران به دست گیرند. بنابراین از پدران همین را خواهش دارم که خود در اویله هستند، خود دور از اویله هستند، طریق تلفن نصیحت ها کنند. آنها نباید از مسئله تربیه درست دادن پسران خود را دور دیده باشند. بله بله، هر یک پدری که میخواد که از میوه شیرین نهالکانی سبز کردهش در آینده استفاده کند به راحت در دوران پیری، باید که سری وقت علاج واقع پیش از وقوع میکنن به تربیه فرزند خود مشغول شود و به دوش مادر همه چیز را واگذاشتن این کار خطاست. در عائله، در خاندان سیاست پدر البته باشد. اگر سیاست پدر نباشد زندگی حیات آنها رنگین نمی شود، یک رنگ می رود و در آخر فرزندان ما رهگم می زنند. و شما استاد ارجمند در بابت باز نقش مادر، نقش بانو خیلی سخنهای عالی گفتید. زن پیش از همه سیله ره میگوییم و اگر همون یک سرزنشی که میکند یا یک کار خطایی که میکند از پدرش روس میکند یا اینکه پدر با سری وقت همون خطاگیرانه میگوید، بعد کار از حد میگذرد. بزرگان ما را، سخنوران ما را، رودکی را، مولوی را، چقدر انسانهای برومندی تاجیکستان را، دنیا را مادر به عالمی هستی آورده است. غالبا اگر هم نظر کنیم دنیا خود این مادر است که هستی دارد، با هستیش زن را میماند، مادر را میماند. بیایید یک سرودی ناب از حافظ شناخته هنرمند شایسته جمهوری تاجیکستان سیف الله یوسفوف شنویم، بعد صحبتمان را ادامه میدیم. به روی تو خورشیدی جهان سوز مباد، هم به تو چراغی عالم افروز مباد، با وصلی تو کس چو من بدآموز مباد، روزی که تو را نبینم آن روز مباد، با وصلی تو کس چو من بدآموز مباد، روزی که تو را نبینم آن روز مباد. محمد شنوم دل زی فرازینده شود، حالی من از اقبالی تو فرخنده شود،
از غیری تو هر جا سخن آید به میان خاطر به هزار غم پراکنده شود از غیری تو هر جا سخن آید به میان خاطر به هزار غم پراکنده شود روی تو خورشیدی جهان سوز مباد هم به تو چراغی عالم افروز مباد با وصلی تو کس چو من بدآموز مباد روزی که تو را نبینم آن روز مباد با وصلی تو کس چو من بدآموز مباد روزی که تو را نبینم آن روز مباد تشکر معلم ارجمند. فکر و اندیشه شما در بابت تربیت فرزند، پدر باید که در عائله چه رفتار کند برای تربیت فرزندش، برای تربیت بخصوص پسر بچه ها. مرحمت. تشکر هدیه بانو. حکومت جمهوری تاجیکستان در اساس دستور و هدایت های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان یک قدر سندهای معیاری حقوقی را وابسته به تربیت نسل نورست به تصویب رساندند. یکی از آن قانونها قانون جمهوری تاجیکستان در بالای مسئولیت پدر و مادر محسوب می‌یابد. واقعا امروز ما به عالم امروزه نظر افکنیم، بسیار یک تضادها، بسیار یک واکنش‌ها، بسیار یک دوگانی‌ها رو پیش نظر پدیدار می‌گردد. در تربیت نسل نورست فکر میکنم سه نهاد نقش بارز و نقش موثری دارند. این یکم والدین، مکتب و جامعه. در آن خانه که عقل و ادراک، محبت، صمیمیت، دانش فزون باشد، فکر میکنم که نسل نورست از آن مهر میگیرد، از آن معوا میگیرد، از آن منشأ میگیرد. تاثیر والدین مخصوصاً پدر برای فرزند خیلی خیلی ضرور است. امروز همین نسل نورست امروزه نیاز به همین نصیحت‌های پدر دارند، نیاز به نصیحت‌های مادر دارند، نیاز به نصیحت‌های والدین دارند. امروز ضرورت است که ما جوانان امروزه را به عالم معنوی، مخصوصاً به کتابخانه، با آموزش پند نیاگان، با ادبیات کلاسیکی، با ادبیات معاصر توجه آنها را ما راهنمون سازیم. امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان وابسته به شاهنامه خوانی در سال 2026 به تصویب رسیده است. فکر میکنم که همون پند اندرس هایی که در کتاب بیزوال شاهنامه ابوالقاسم فردوسی آورده شده است، یک جهان معنی برداشتن ممکن است. چون که همین پند و انداز جوانان ما را برای نیک هدایت میکنند. از همون پند و اندرس ها یک برداشت به عمل میورند، دانش آنها افزون می شود و رفتار و کردار آنها در جامعه دگرگون می شود. بیهوده نیست که درباره خود نقش پدر یا که رول پدر یا که تاثیر پدر به فرزند شاعران بزرگ گفتند نمک در کامها شیرین‌تر از شهد و شکر گردد، جگرها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد. پدر از شوق دل در کودکی دستی پسر گیرد، با امید که در پیری پسر دستی پدر گیرد. چون که این حیات همین است. میگویند که اون چی که کنی همون چشم رو میبینی. امروز واقعا هم
جوانای خود را ما در اساس ساعت‌های تربیوی که در مکتب‌ها و مؤسسه‌ها می‌شود، پیش از همه از پند و اندرزهای ادیبان آورده آنها را به طور آشکارا نشان دادن کار است. امروز می‌بینیم دانشجویان خود ما یا خواننده‌های می‌بینیم در جاهای جمعیتی بسیار از سخن‌های قوی گفتگو می‌کنند. این من فکر می‌کنم از نوکفایگی نطق شفاهی آنها، چون که امروز از ادبیات بدیعی خیلی خیلی آنها دور شده و واقعا هم این سال مثلا میگویم دوره تکنولوژی عصر 21، لیکن امروز ما توجه امین خوانندگان رو به ادبیات بدیعی زیاد کردن کار است. چقدر که آنها همین ادبیات بدیعی کتاب‌ها زیادتر خوانند، همون قدر نطق آنها بالاتر می شود، همون قدر سخن‌های آنها زیبا می شود و همون قدر در جمعیت آنها موقع پیدا کرده می تواند. نقطه دیگر برای تربیت نسل نورس نقش پدر از آن عبارت است که امروز پدران ما واقعا هم اگر آنها دانشمند باشد، از لحاظ علم و فرهنگ آنها پیراسته و آراسته باشد و فکر میکنم که بچه از آنها معنی میگیرد. در خانه که آنها معنویات خیلی زیاد است، فرزندان نسل نورس هم از آن خیلی خوب تربیت میگیرد. در خانه که مثلا یک جنگ و جدال یعنی نافهمی بین زن و شوهر یا اوله دیده میشد، تاثیر به همین فرزند میماند و بنابراین ما پیش از همین نسل امروز جوان را از خانه تربیت آغاز کردن در کار است. وقتی که مثلا دانشجویان درس میدیم از جهت خاراکتر، از جهت مفکر از همدیگر فرق میکنند، یعنی اونانی که تربیت نیک دارند، سخنهای نیک دارند، در اولی سالم تربیت یافتند. اونانی که مثلا سخنهای قوی دیده میشد، من فکر میکنم که در اونجا به تربیت اعتبار جدی داده نمیشود. بنابراین همین ارتباط بین مکتب و اویله خیلی زیاد در کار است، چون که مکتب و والدین اگر ارتباط خیلی مستحکم شود، من فکر میکنم که نظارت خواننده هم از جانب مکتب هم از جانب والدین پیوسته نظارت کرده می شود. نکته دیگر ضرور است که در همین مکتب ها یک روزهای پدر و مادر اگر به فکرم یک جانو کرده شود، اگر شاید از همین روزهای پدر و مادر آنها اشتراک کرده از دوامات دانشجویان خود، از دوامات فرزندان خود آنها همواره با خبر شده میستند. یا که در همون مکتب ها اگر تشکیل کردن یک لوحه اویله نمونوی شاید از همون هم یک تاثیر میرساند. بیشتر در مکتب هایی که ما میخوندیم بودند که همین یک لوحه اویله نمونه از یک اویله بهترین رو در همونجا انعکاس کرده یا آنها را تصویر کردند و بی‌واسطه تاثیر آن به خواننده رسیده میتواند. همین نظارت پدران با خود فرزندان خود، بیشتر همین بچه‌ها رو می‌بینیم همین اینترنت که تلفن موبایل که پیوسته همین مشغول می‌شوند و باید پدر یا مادر از ما باخبر شود که فرزندت به چی کار داشته است یا چرا خوانده است، به چی اعتماد داشته است. وقتی که نظارت پیوسته می‌شود و خود همون فرزندش هم خود همون در اوله که تربیت می‌شود، از این یک بهره گرفتنش ممکن است. مسئولیت حس می‌کند. همین بنابراین سه مثلا نهاد اویله، والدین، مکتب باید به هم ارتباط باشند. اما وقت ما جوانان رو به روح نیک، به روح حمیده تربیت کرده میتوانیم. سلامت باشید. اگر به اویله های حاضر نظر کنیم، اویله ها گوناگونند. بله. در هر اویله نقش پدر گوناگون است. بله. وابسته به محیط اویله. چخیلی که ما گفتیم اویله های هست که مردان نقش خود را گم کردند. ممکن که از جهت اقتصادی اویله یافت و مال و رزق و روزی از طرف مرد از سبب آنکه او معلوماتی درست ندارد، کار انیق از پیش شدگیش نه، با اویله یک درآمدی درست آوردن نمیتواند، این نقش رو دیگر اعضای اویله خصوصا همسران اگر بازن، در این حالت من میگفتم که همسری به عقل داده باشد که گرچنده که نقش
ریسک و روزی اویله رو آوردن به دست دوش وی فرامده باشدم، شأن مرد رو پس نزده. در اویله مناسبت زن و شوهری یکی از نقش‌های اساسی رو در تربیت پسران می‌بازد. بله. چخیل که ما گفتیم پسران در کودکی از حد خرد بودنشان گپی مادر رو گوش میکنن، چیزی که مادر میگن اجرا میکنن، لیکن آنها وقتی که کوچه دیده شدن آنها گپی مادر با آنقدر اعتبار نمیدن. من طرفدار آن که همسران در تربیت فرزند همراه باشند. هنگامی که کاری همسران خصوصا زنها آمد میکند و آنها به خانه ریسک و روزی را اساساً آنها می آوردگی می شوند، بعضا از کم معرفتی باشد یا اینکه بعد از پولدار و چیزدار شدن غروری منمنی بالا می گیرد، مناسبت همسری کمتر کاسته می شود. در عباره های استفاده برده شدن اگر پیش مردک جان باشد، اگر مردک می شود جان از بین می رود. بعضا عباره های از وی هم دغلتر ممکن که استفاده برده شود. این خیلی عباره ها بچه ها در تربیت بچه ها تیز تاثیر می رساند. بنابراین من می خواستم که اگر همه پدران و مادران خواهند که فرزند آنها به آداب، به عقل، به فراست باشند و دوری پیریشان خوش گذرد، معاملهشان، گفتارشان، رفتار و کردارشان در اویله باید به معیار بلندی همسری نگاه داشته باشند. گرچنده که پول بیارن، چیز بیارن، اویله ریسک و روزیش رو بود کرده ایستادگی باشند هم، انا همون غرور منمنی بالا شده در تربیت فرزندها تأثیری نادرست را میرساند. بله. در اینجا که مناسبت زنی شوهری که کاسته می شود، منمنی زن بالا می شود و شأن مرد پستی می بیند، پسران که آینده مرد می شوند همه این را دیده تأثیر دیگر می شود. بنابراین من می خواستم که همسران، پدران و مادرانی که در کدام وظیفه نباشند، در کدام حالتی زندگی داشتنشان نباشند، احترام یکدیگر را نگاه دارند و بر تربیت پسران و دختران چنان مناسبت کنند که محصول مناسبتشان در وقت پیریشان یک راحتی پدری، مادری، فرزندی، اویلوی را آورده میتوانستگی شود. بزرگان در حقیقت درست فرموده اند. خشت اول گر نهد معمار کج، تا سرایا می رود دیوار کج. در حقیقت من همین امروزه متفکران بزرگی ما آنها پدری مردانگی نوشتن. به واسطه من همین گونه موضوع رو آنها نوشته هستند. یعنی پسر از حین تولید تا دم مرگ تنها و تنها بیشتر اولین درجه از پدر می آموزد. از این لحاظ در حقیقت پدران نه تنها از مثلا شادی فرزند تولید او خیلی یک شادی فرح است، ولی مسئولیت او هزار چند زیاد است که یعنی همین پدر در حقیقت باید مرد باشد. در حقیقت باید و صاحب هنرهای زیاد. پدر از نگاهی پسر همین خیلی مردان و قهرمان می نماید. یعنی پسر ایدئال است، یک مرد، یک قهرمان است که در حیات، این در آثار نیاگان هم هست، در حیات از وی مردی با صلاح و با وقار و بزرگ و توانا گویا که نیست. همین خیلی قبول میکند. انا همین برای سزاوار شدن پدران در حقیقت باید چگونه که استاد بزرگ گفتن
با سواد و با خرد و با وای، لیکن انا همون وقار خود رو، صلاحیت خود رو، جایگاه خود رو باید دونند. قلب مرد هم سرشار از محبت و مهر است، ولی او نمیتواند 100% وای رو برای پسر کند، چون که اگر وای هزل از معیار گذرد، از نگاه بزرگان الکی مکتب مردانگی میشکند. خنده که مرد میخواهد در خاندان کرده باشد و هم اندازه دارد، هم به همسر هم به فرزند. گرچنده که من میگویم که غرق محبت هستن، ولی اگر همون با پورگی اگر خود رو وای کنن، همین صلاحیت، یعنی که همون حساسیت، همون یک نازکی هایی که هنوز از قدیم الایام مردانی ما داشتن، پدران بزرگوار داشتن، همین باید باری دیگر از طرف مردان باید اندکی با دست آیدن نگاه داشته شود. البته که جایگاه آنها هیچگاه گم نمی شود. امروز هم فرداهای دیگر هم باید گم نشود. واقعا هم موقع و نقش مرد در عائله خیلی بزرگ است، دامنه‌دار است و میگوید تا مرد سخن نگفته باشد عیب هنرش نهفته باشد. هر بیشه گمان مبر که خالی است، شاید که پلنگ گفته باشد. من فکر میکنم که در عائله همدیگر فهمی زن و شوهر باید جاویدان باشد. بله. خواه غایبانه خواه حضوری باید زن نسبت مرد در نزد فرزندان مذمت نکند، یا عکس مرد زن را مذمت نکند. در بعضی حالات ها میشه در زندگی کمی کاستی پستی و بلندی هست. بعضی حالات ها میشه که یک حالت که همون از وضعیت میبراید و بنابراین همین تاثیر فرزند به میموند و یاد میگیرد. وقتی که شوهر را مذمت میکند غایبانه، خواهی نخواهی و تاثیر به بچه میموند یا که زن را. بنابراین من فکر میکنم که اگر همدیگر فهمی، همدیگر را احترام کردن در خانه در عائله جاویدان باشد، از اون عائله فرزندای نیک به دنیا میاد، فرزندای شایسته به دنیا میاد و در پیشرفت جامعه، در پیشرفت حیات من بعد نقش خود را گذاشته میتوانند. چنانکه پیشوای معظم ملت میگویند که امروز نسل امروزه آینده ساز جمعیت است. آینده ملت به دست امروزی جوانان است. امروز ما جوانان را در کدام راهی که نباشد پیش از همه در روح وطن دوستی، خویشتن شناسی، احترام یکدیگر تربیت نماییم تا که ملت ما با چنین جوانان، با چنین نسل امروزی جوان فخر و افتخار نماییم. سلامت و سربلند باشید. تشکر میگم برای چنین یک سخنهای ارزشمند و فکرم میکنم که جوانانی ما از گفته های شما، پدرانی با وقار ما، مادرانی روزگار ما یک جهان معنی برداشتن، به خصوص عائله های جوان و من بعد به زندگیشان استفاده خواهند برد. بیننده های عزیز و ارجمند، اینجا رسیدیم به فرجام برنامه. تا دیدن دیدار، سربلند و سعادتمند باشید. بدل آفتابی ای محبت، بدل آفتابی